اگه میخواید با من یه پشتوای خفن بزنید، اول بیایید حسابی پامونو گرم کنیم. یه دونه لوپ دور رون پا، یه دونه لوپ دور ساق پا. 4 تا 12 تا تکرار کافیه. خیاطه رو آماده کن، همون کش لوپ رو بنداز بالای زانوت، بشین رو خیاطه 10 ثانیه. وقتی پات بازه انقباض میکنی 10 تا تکرار نیمه، 10 تا تکرار کامل و آخرین تکرار رو 10 ثانیه باز نگه میداری. سری بلند شو چون یه سوپر خفن داره. اسکوات کامل روی نیمکت. پونزده تا هم اسکوات میزنی. با حرکت قبلی میشه یه ست. قشنگ حسابی استراحت کن. 3 تا ست کامل اجرا کن. میتونم بگم این خارج پا یکی از خفن ترین خارج پاهاییه که تا حالا زدی. اول با سیمکش به صورت نیمه، بعدش یک کش لوپ دور زانو و یه دونه پلیت دور رون پا. 5 تا با پلیت، 10 تا با کش خالی. حالا میریم سراغ یه حرکت خفن تر. هیپ تراست 15 تا نیمه بالا، 5 تا دیپ و بعد منتظر تیرستمون باشید. پلباسن روی خیاطه با تمرکز کامل روی گلوتا، قشنگ انقباض و مکس فراموش نشه. و تیر خلاص امروز یه تیر ست از 3 مدل کیکبک مختلفه. بهت قول میدم بعد از این حرکت پشت پاهات منفجر بشه. من مهیام و تازه فعالیتمو تو یوتیوب شروع کردم. خوشحال میشم ازم حمایت کنی و به من اجازه بدی که این راهو ادامه بدم.